قبله ای طرف تاجیکستان راست میآیند اون طرف دروازه میشه. اینم اونم موست دیده است اونم تنگیده همون پلاسماسیو خطی زده بود کامپیوتر اینه بسیار رسیده کی نه این خداف دوره‌ای که ما میام. انا دوستان عزیز این حال ما در راههای کعبه این طرف و طرف گشته هستیم نزدیکی حرم ده. اینم خیلی ماشین چکا رو آوردن نه میشینی ها قربان جان. بله برادر عزیز زنده باشی. شمسدی؟ نه که رفتن میگیرین برادرام رو میگردن. اینه بسیار رسیده کی نه این خداف دوره‌ای که ما میومدیم نبودن یو مقصد اتوبوس خطی میبردن میوردن واسه اینه خیلی رفتن اینا که رفتن میگه تماشا کردن به پلو به هیچی هست چون میگن نگاه بسیار رسیده کی اینه میگه شکران اینا برادرو اینا خیلی بسیار شده اینا نفرورانتا رفتن میگه دیگه تمام این هم پیشروی با اینا. انا دوستان عزیز خیلی پیشروی یعنی مقصد که در همون خونه خدا اینا دیدین در جای پلاسماسی این خیلی موندنی اینا اینا برادرها اینم اونم موست دیده است اونم تنگیده همون پلاسماسی خطی زده بود کامپیوتر زده بود تو شمال من خیلی مدام این بخوا تنگ آهن دیگه این شمال میپرونه دیگه نه چینا آهنش که دیگه شروع کرده اینا بهترین ای پلاسماسی نه این کار خوب انا این پیشروی شده در خونه خدا در نزد حرم خیلی با چیز نویگری دیدم با ما پیشکش شما میگرم رفتن دوستان عزیز در آخر آمدم در اینجا دیدم این پلاسماسا رو همون هم شکاف کردن اون پلاسماسایی که ما سرخو بود که تو شکاف نبود این در آخر دیدم در اینجا داشت نبود در آخر بودن پلاسماسا سبو که بدن پلاسما برادر عزیز همون شمال من این موستا چی کرده باید اگر این موستا یا کامپیوتر زده بود تو و انا دوستان عزیز همین آبا صدقه خیر یعنی صدقه میکنی همین کما از قطعی نمیجا جای کفترو میگن کو من اینجا همین صدقه میتن همین همینجا چی نمود آقای محفلایت میگه خنکک میخرین اینجا پشت رو ده اتوبوس ها این هازی جمعی یا خیر و صدقه میگه این کفترو این برادرو این بینید این پشت اتوبوس ها میستن طرف بالا مهمون خونه میبرن تگ همین ساعت اینا برادرها اگه وقت تشنه میمونه همین در تماشا اینجا همه وقت همین زده او هست همه وقت مای میکنم اصلا صدقه میکنم آها انا دوستان عزیز برادرای قدردان یک سوال طول چندین سالا بود که ما را ما میگه که همین قبله از تاجیکستان ما کدام طرف ای قبله راست دروازه راست درآمدگاه خونه خدا وقتی که هم درون خونه خدا درآمدی چهار طرف قبله میشوه یعنی گرد و گرد میخونه قبله ای طرف تاجیکستان راست میآیند اون طرف دروازه میشوه 5100 کیلومتر ای 5100 کیلومتر اینا مکه تو تاجیکستان مورا اینا 5100 کیلومتر اینا برادران نگاه کنید اینا مکه اینا برادرای عزیز اینا معلومات خواستم با شما برسونم که 5100 کیلومتر راه داره انا این طرف دروازه هم تاجیکستان قبله رو آوردن بسیش قبله میگیم این قبله میگیم راست میشه هم طرف دروازه میشه برادر با چه معلوماته که من خودم که میخوام بفهمم
فهمیدن خواستم و کدم البته که با پیشکش شما میگردونیم. خداوند یارو مددگارتون در جای باشه نباشه، خداوند نگهبانتون باشه، خداوند برنامه درگاه مقدسش هممون رو تکرار به تکرار دعوت کنه. الله اکبر.